روحیه اینجا بیا اینجا بیا زودتر بیا بیا بومان بیا زودتر 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 در اینجا چی کار میکنی؟ بازیگان کس تو رو نبیند. چرا تو از دین باز با زنگهای من جواب نمیدی؟ جواب نمیدیم چون که با تو میگویم که در اینجا هستیم با هم خونه دار شویم تو باشی میگویی که با سوریه رویم. جانکم آخر سوریه وطنی من است کورم دوستانم همش در آنجا مگر این خواهش من عادی است؟ من از اینجا رفتن نمیخواهم از مادرم جدا شده نمیتوانم. هر سال آماده مادرت را خبر میگیریم. خوب میلش تو برف با من باشه دیگر زنگ نزن. یک لحظه روحیه تو این رو نگرفته میروی؟ این چی است؟ گوش کن از من هرچی میخوایی خواهش بکن ولی از بحری تو گذشتنم را طلب مکن. اعتراض رو بکر دارم فورو اندازی میکنم. تو هم انتظار نشو که من از بری ده هم میگذرم. این آخرین سخنی من است. اما شما هم وقتی پر اندازه‌تون رو یافتید. لبه خاله شریفه تو بده همه روم گفته بودی اما که اومرد بده حال این چه ها رو میبرد اگر خواهی با او بیرم. مایلش من باید به پیشوازگیری آسیه روم. خوب مایلش زودتر بیرم. گلی جان من حاضر باید روم خواهش میکنم بخچه مرا تو به خونه همون ببر. مایلش روحیه اینقدر وقت در کجا بودی؟ مرا تنها گذاشتی. بیا همراه رفته داماد را میبینی. من برای با تو خیر خوش کردن اومدم آسیه. تو چی ها میگویی؟ ما از اینجا میرویم آسیه. روحیه به کجا میروی؟ به اون جایی میرویم که خوشبخت شویم آسیه. خدا حافظ روحیه. روحیه ایستا. تقدیر منو تو رو با هم میپیوندد. تقدیر تو با من هم پیوند است. آسیه گناه به تو چی شد؟ خوب هستی؟ مگر خوابی بد دیدی؟ چی شد؟ بگو آخر. تلفنم در کجاست؟
مادر جون بیایید زودتر به پیشوازی اوسیا رویم. تو زود لباس‌ها رو جمع بکن میرویم. بعد یک زنگ زده پرس که اوسیا برآمده است. چرا شما جمع نکردید؟ من دیر نکنم گفته بر وقت برآمدم. گپ نزن از پی کار شو. گردم بندم رو افتوندم. روحیه با اوسیا زنگ زدی؟ شد حاضر زنگ میزنم. انا خودش زنگ زد. الو روحیه خانم عروس براه برآمدی؟ روحیه در خواب موندم. عروسکی تنبل. خب مایلش بعد گپ میزنیم. ایسا خاموش نکن. چی شد؟ یه خوبی عجیب دیدم. تو هم در آنجا بودی ولی از همه مهمش رسمی داماد رو روان کردن. کدام رسم؟ امروز یا فردا داماد خودش میآید. تو باشی تا حال رسم میگویی. روحیه خواهش میکنم تو یک بار دیگر پرس. شد من خاموش میکنم. تو باشید زود براه برام. روحیه ایسا خاموش نکن. مراد روحیه اوسیا چی میگوید؟ براه برآمده است؟ نه حالا نبرآمده است. حالا هم جمع نکردی؟ شو جمع کرده ایستادم. سوار شونده اش را میشناسد. از کجا میشناسد؟ حتی رسمش را ندیده است. اوسیا در بیرون یک بچه تو را انتظار است. در کجا؟ کی بوده است؟ شاید داماد باشد. به نزد تو آمده است. اوسیا ایستو. دختری دیوانه داماد را میبینم گفتم پایم زولش رو فراموش کرد. خدایا هیچی مسئله نباشد. کجاست؟ انا وای نبوده است. ولی حالا کودک است. بسیار خوب. چطوری که خواهی کلانش میکنی؟ اوسیا شما هستید؟ بله من. این را جناب بشار روان کردم. در درونش رسمی داماد است. تشکر به تو. این برای شما نیست. این را با دوست داشته هم میبرم. شکری خدا میکنم. وای چطور زیبا بوده است. اوسیا تقدیرت خندید ها؟ اوسیا هم دختری زیبا است. آفرین دختران در تویشان رقص و شادی میکنیم. به من اونقدر نزیبید ولی تو امروز
باز مرا تعقیب داری؟ این چی لباس عروسی؟ من از این پس نه فقط امروز پگاه فردا و همیشه تو رو تعقیب میکنم. برای چی؟ روحیه، چون که میخواهم که زوجه من شوی. ولی تو به سوریه رفتن میخواهی؟ من باشم در اینجا ایستادن میخواهم. در این حالت چی میشود؟ روحیه، من از بحر سوریه رفتن گذشتم. در کجای تو باشی در آنجا زیستن میخواهم. من به تو نفس کشیدن نمیتوانم. تو جدی میگویی؟ با گفته هایت باور کنم. گوش کن، این گلها، این لباس عروسی، این حوله، خدا هم شاهد باشد که تو در کجای باشی در آنجا زیستن میخواهم. روحیه، با من آیله دار میشوی؟ گوش کن، اگر با من آیله دار شوی من رو از همه خوشبختترین آدم دنیا میکنی. با من رد نکن. با من آیله دار میشوی؟ نشونیدم؟ بله. حالا هم نشونیدم؟ بله. 10 مراتب 100 مراتب بله. یک لحظه نباشد رفتیم. با کجا می رویم؟ یک ارمغان دارم. رفتیم زودتر. شد مایش. راگا زودتر. مادرم رو میکشم. هیچ کم نی. روحیه تو حال لباس ها رو جمع نکرده است. کمی پس عروس هم می آید این حوال خونه رو بیننده. لباس ها رو جمع کنم دختر رو پیشوازگیری روم. ای خدا با من صبرتو کن. سلام علیکم خواهرم مریم. و علیکم بر سلام اکای مسلم. نزدیک بیا با تو گپ دارم. خواهرم شوهرت روزهای آخر با کارهای بد مشغول است. بگوید باز چیکار کرده است؟ تو خواهرم هستی. برای همین آمدم که آگاه کنم. به نزدیکی شوهرت تو رو در خروجنگ به جای پول گذاشت. نکن گفتیم ولی گوش نکرد. دیدم که گوش نمیکند. آدمان از بازی بر آمدن. شوهرت باشد مجبور به خانه برگشت. وای بی ناموس، این را هم کرد. یعنی گفتنیم که با دقت باش. من به بازار می روم در پناه خدا. استید جیانم می آید او رو باید پیشوازگیری روم. من رو هم می بردید؟ بیا رفته جزدانم رو گیرم. با فکرم مادرم حضور مرا جستجو دارم. تو دیوانه هستی. من باشم تو رو گوش کردم. بسیار خوب کردی. دوستت می‌دارم. خروس آرهن مفلیس رو مغلوب کردن نمیرویم. آفرین به تو. رئیس دفعه گذشته زرش رو به دوره گذاشته بود. هیچ کس راضی نشد. شاید این دفعه دخترش رو میگذارد. این طور باشد خروس هم به بحث بدراید. میکشم خروس ها رو. رفته تو حاضر چشمانت را ببند. برای چی؟ جان نکن، این ارمغان است. چشمانت را بند. نباشد من خودم دستم رو دراز کرده میبندم. شد مالش تو براه نگه. من خودم میبندم. زودتر اومده. زودتر شد بسه سودم. افه چمپیون، افه خودت رو نشانده. رقیبت کنی با افه پرمانه. این رقیب سرآور ندارد. چمپیونم افه رئیس آمد. جناب خوش آمدید. خوب سر کردید رئیس. مقابل پل من دخترت روحیه.
جنگ رو باخته پول رو از دست دی دختر زن من می شود. انا رئیس. بیا ملیکم، بیا فرا، بیا بودی خط باش، بیا جانکم، بیا. ای مراد، بگوی آخر مرا با کجا آوردی؟ کمتر ماند، صبر بکن. گوش کن مرا مراد، تو مرا به سر زمین برای کلام کردن آوردی؟ نه جانکم. شد اکنون میکشویم. ایستو، کمتر ماند. بیا باز کمتر دیگه. بیا. آهسته. آماده هستی؟ بابام، این قصری ما. قصری ما؟ میدونم، یعنی حاضر مثل قصر نیست، ولی روحیه، اگر تو راضی شدی من تو رو ملکه این قصر میکنم. نه، من کمی حیران شدم. بیا رفتیم، من این رو برای تو خریدم. انا همینجا. فورا به خواستگاری بیا مراد. بعد اینجا را آهسته تعمیر میکنیم. من به تو زیسته نمیتوانم. نمیشود روحیه، چون که تو لایق بهترین هستی، ولی اینجا را قصد کنم بعد تو مثل ملکه زندگی میکنی. دخترت مثل ملکه زندگی میکنه، دستش رو با آب خنک نمیزنه. راضی هستی؟ باز شروع میکنه. سر بیا نگاه کن. بین، اینجا آشخانه ما. من اینجا رو آروم میدهم، زمینش رو سنگ مرمر قیمت بها میچینم. برای شوهرت بهترین خوراک رو میپذیری. رفتیم از اینجا به حولی میبروی. در تابستان صبحانه رو در اینجا میخوریم. باز یک مرخانه میسازیم. تخمهای تر و تازه سحر با آواز خروس بیدار میشویم. چشمانت رو کلان کشو باختی. چشمانت رو کشوده به من نگر. مگر اویله شما از من داماد بهتری افته میتونه؟ اویله تو هم خورسند میشود، همش بسیار خوب میشود. میترسم یکی همراه شده نتوانیم. به همراه شایی ما کم خوبی میشود. بارهن مفلیس باز مغلوب شدی. رئیس، سهر آمده دختر رو گیر.
این پول رو گرفته با توی تیاری بین. رئیس دخترش رو بریده. از رئیس گریخته می شود. با نزدیمای آدم رو چپته های من رو به دیگر روز گذرانه. بعد با استانبول رو می شود. اول توی رو کرده گذرانه. بعد خیلی رفتیم. یگانه خواهشم با تو ویلادار شدن است و تا ابد همراه بودن. البته میشوی. همیشه همراه میمونیم. دیر کرده ایستادیم. زودتر باش. رفتیم. ملیکه امروز زود برده میرسونم. زودتر باش مراد، زودتر. مراد دیر کرده ایستادیم. رفتیم. زودتر باش. چی شده باشد؟ چرا من میکنند؟ با فکرم تفتیشات میگذرانند. احمق راننده ای احمق، چرا به این راه آمدی؟ تمامی مسافران با شهادتنامه‌تان به بیرون برآیید. تفتیش میکنیم. زودتر باشه. زودتر باشه. تو از جا نجوم. ایستا نجوم که دختر رو میکشم. چی کار میکنند؟ نزدیک نشوید که دختر رو میکشم. آرام باش. هیچ کس نزدیک نشود. آرام باش. نزدیک نشوید. دختر رو میکشم. هیچ کس نزدیک نشود. تو خود رو کی میشموری؟ هم تو رو نجات دهم، هم بوسه به سرم میزنی. همین طور. اگر به جای آن آدم تیر به من میرسید، آن وقت پشتت رو گردانده با حضور رفته میتوانستی ها؟ پروا نکن. تیراندازی ماهرم. قریب بود که از دستی تو من میمردم. بخشش پرسیده نمیتوانی. مرا گوش کن. من حیاتی تو را نجات دادم. تو باید به من منتداری بیان کنی، وگرنه تو را به آن دنیا میفرستم. و مثل تو انسانی دقیق رو در حیاتم ندیده بودم. من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. بدان که با دخترچه ها بازی کردن این وظیفه من نیست. این اتوبوس کجا شد؟ در راه عسکران تفتیشات گذرانده شدند. شاید برای همین دیر میکنند. بسیار باشد کمی پس میآیند. خوب مایلش.
خدا به شکر صدمه نیست. من انتظار میشم. اکا جوره چه خیلی هستی اکا؟ خدا را شکر چنگیز بیا یک چای نوشیم. نه شیطاب دارم اکا. من را رئیسم روان کرد. گفتند که چیپتاهای او را به دیگر روز مانید. چرا به دیگر روز گذرانم؟ شما خبر نداره. رئیسم با داماد بشود. بیچاره در آخر زن میگیرد. از کجا زنیدن که بیوه رو به رئیسی افتید شما؟ نه این طور نه اکا. دختری خانه. حالا از دهانش بوی شیر می آید. کدام احمق دختری خانه رو می دهد؟ آرهدی مفلیس. دخترش رو در خروجک به جای پول گذاشت. یعنی دختر به رئیس باز ارزانتر افتید. وقتش خندیده است. تو چی ها گفته ایستاده یا؟ که دختری آرهنی مفلیس رو می گرفته است؟ این طور نه اپا. یعنی که چیزی رو به چشمم دیدم. چی دروغ رو می کشن؟ دختری کی رو می گرید؟ چی؟ دختری به صاحب رو افتید؟ شما پیقه نزن. چرا منو میزنی؟ من چیزی رو دیدم و رو میگویم. تو چی میگویی؟ اینا بینید؟ دخترتون رو باید چرا بازی؟ دهانت نگاه کردن رفتن. توبه صدک دیوونه چیه؟ اوزیه خوش آمدی دخترم. خاله چی شده ایستاده است؟ هیچ گپ نی دخترم. اتوبوس دیه نرفتم من تو رو سوار کنم. خاله چی در هیچ گپ نی؟ به گلوی اون آدم چشپیده بودید. به آدم کی است؟ تو حاضر به خونه برد؟ به روحیه بگو که تو آمدنی من به بیرون نبراید. خاله چرا این رو به من میدهید؟ چی شده ایستاده است فهمانی؟ تو گپم رو گوش کن اوسیه. به خونه رفتیم. تو گپم رو گوش کن. خاله چی شد نقل کنید؟ بعد در خونه نقل میکنم. تو حاضر زودتر برم. من چی کار کنم؟ نزد روحیه رفت. شد ابا جان، ما شکایت شما رو قبول کردیم. حاضر میتوانید روید. از شما خواهش میکنم پیش روحی وای احمق گمل رئیس و شوهر بی ناموسم رو گیرید. با ما یوری دهید. مایلش برای کار. سردار شما چی خیل هستید؟ تو بازی چون نکن. روحیه دخترم بیستا. چی شده باشد؟ روحیه دخترم تو از کجا میوی ها؟ گیر اینا رو گیر گپ زن و زبانت را فرو بردی. بخیر است خواهرم. این آدم شما رو غم میدهد. کمیسر کی غم میدهد؟ این دخترم است. من پدرش. دخترتون؟ بله. جناب از من نرنجید. نام من مراد. نو تعیین شدم. در راه کمی عذاب کشیدم، یعنی راه را گم کردم. خدا را شکر دخترتان راه را نشان داد. شما بسیار جوان می نمایید. تخمین کردن نمیتوانم که دخترتان است. از من نرنجید. تشکر زیاد کمیسر. مادری او در برم باشد فکر میکنن که مادرم است. خود را شناس نکردم. آرهن مرا آرهنی مفلیس میگویند. بسیار شدم. بسیار شدم. روزتان بخیر باشد. تشکر زیاد کمیسر. برای کار روحیه دخترم راگر رفتیم. با مادرت میگوی ها؟
دین با همه معقول هستم، فقط مادر ناراضی. قوتی لباس دزدان میترسند، پدران جنگ نمیکنند. لبا جانو در کجایی؟ چند بار زنگ میزنم جواب نمیدی. زود به خانه بیا، گپ دارم. حاضر میروم. چی طوری که نقل کردم همش همین طور است. ولی اگر دختر راضی نباشد به سرت بلا میخری. در این حالت من تو رو نجات دادن نمیتوانم. پروانه کنید، من این را حل میکنم. براری کار. الو رئیس، من چیرگیز زنی آرحن مفلس آمده با پلیس از بالای شما شکایت کرد، ولی پروانه کنید. چیرگیز حل کرد. شد آمده. اینقدر گرم. آسیا خوش آمده جانکا. آقدر خوش آمدیم نه، اما شما تا حال در کجا بودید؟ آمده دخترم آسیا، خوش آمده. کنی دستم را بیبوس. خدا تو را در پناهش نگاه دارد. مریم در کجایی زنک؟ روز نماندم. خالم در خانه نیستن یزمن. در خانه نیستن؟ تو رو پیشوازگیری نرفتن؟ اومدن ولی در ناحیه کار داشتن. به خانه رفت گفتند و خودشون در ناحیه موندند. انا تقدیری من. مادرشو از یک جا، دخترشو از دیگر جا میارم. این چه عذابه؟ این چه زندگی؟ ای بایا. انا خالم اومدن. واه مریم خانم، در آخر به خاطرتان رسید که خانه دارید. گویی که در ناحیه خودت تنها چیکار داشته؟ با آدم زنش رو در خروج جنگ میگذاشتگی من حسابات نمیدیم. روحیه تو آسیه رو گرفته به حجرت رو. ولی خاله روید گفتم. رفتیم آسیه. شما چه خیل شوهر، چه طور پدر هستید که زن و دخترتان رو با بازی به جای پول میگذارید؟ وای چنگیز به همه آوازه دارد که رئیس روحیه رو به زنی میگیرد. خب کن، برای دختری بیچارت را از بیچارگی خلاص کردم. راضی شدم، خوبی کردم. وای آدم در 32 سال شما است. ای تو با من چه خلقه بزنی؟ میکشم تو را، میکشم. اینجا بیا. جناب، من نامزد دارم، دوست داشته دارم. تو امروز چیزی که گفتید کردم، گپتون رو به زمین نگذاشتم. وقتی که در دل من کسی دیگر جا دارد، با کسی دیگر اویل دار شده نمیتوانم. تو هم در دل تو بوده هم مالی من هستید. خواهی هم تو را هم دوست داشت را میکشم. گویا که در حقیقت توی میکرده باشم. همین کار را گذرانم، با بدرقه عروس بران سلا را گذرانم. بعد چی کاری خواهی کردنگیر؟ شما آدم بسیار دارید. چرا من؟ تو اکنون آدم شده از من حسابات میپرسی؟ حیوان، با دختر رسمت را روان کردم. چی اکنون داماد را عوض کردم گویم؟ تمام نقشه هایی کشیدم از برای تو برباد رود. اگر از گپی من بیرون برایی، کار را برباد دهی، آن دختر دوست داشتت را یافته در نزدت پاره میکنم. مرا فهمیدی؟
شد راضیم. حمدی لابای جناب، این سگ در زیر نظارت تو می شود. از او دور نشو. با آخر بر تلفنش رو هم گیر. درباره کار همش رو فهمان. نغزکک فهمیده کرد. حال میکنم جناب. تو روزی که من زندم هیچ کس به طور موسری دخترم ضرر نمیرساند. اجازت نمیدهم. اگر وی یمنی رئیس به دخترم دست رساند میبینید مریم شمور زنده نمیگذارد. زرک تو به کی تهدید داری؟ حاضر تو رو تگی پا میکنم. سالهای دراز نه به من شوهر نه به دخترم پدر بودید. با شما یک روزی نیک رو ندیدم. زنی حیوان، وقتی که تو حامله بودی از خانه راندن، از شوهرت جدا شدم، پس من نمیشدم. بی پدر تولد میشد. بی پدر. مرا مجبور نکن. با صبری من بازی نکن مریم خانم. خاموش شوید. التماس او میشنود. باز یک بار مقابل من میبرایی. مریم خانم تمامی حقیقت رو به دخترت نقل میکنم. نکنم. نامی من آرهن مفلس نه. میدانی که میکنم. آرهن در رکشا. آوازت رو نبرار. آرهن در رکشا. به فکرم خاموش شدند. روحیه رفته خبر نمیگیری ها؟ هر شب همین حال است. بیاشین. بیاسیا. سبب اینقدر آروم نشستنی تو رو نمیفهمم من. مگر ندیدی که پدرت چی ها گفت؟ مادرت رو در بازی از بجای پول گذاشته است. همه روز احوالی پدرم. پول رو بسیار دوست می دارد. بیچاره مادرم چی عذاب‌هایی رو ندیدند. ولی زندگی من چنین نمی شود. من با مراد خوشبخت می شوم. با مادرم مانند نمی شوم. کنی است دختری خواه؟ دیگه وای مراد کی است؟ حاضر با من نقل کرده می دهی. او رو در خوابم هم دیدم. مراد آدمی است که من با او عاشقم. با او آیله دار می شوم. میدونی امروز چی کار کرد؟ اگر نقل کنی میفهمم. سحر به سری زمین اومد. با من گردن بند توفه کرد. بعد وقتی که لباسا رو جمع کردم دیدم که کرده عروسی با تکلیف آیله دار شوی رو کرد. یعنی بگویم که رئیس بسیار غضبید. یا دخترت رو بدی یا پول رو با فایزش بر بگردانی. بگوید با رئیست بگو که شکر کند که او رو نکشتم. مریم درون درا. مریم درون درا گفتم. زودتر. چی دور زیبا رویه. من خوشبختی تو رو میخواهم. امیدوارم تو خوشبخت میشوی. تو مسئله رسم رو چیکار کردی؟ روان کردند؟ جنابی بشر امروز با من روان کردند. خیر چی دفر معقول شد؟ رسم است اما برای من بسیار مهم. بسیار خوب بیا با من نشان دهی. رئیس گفتند که به فکرم آرهن گپش را به زنش گذرانده نمیتواند. گفتند که زنش از او پنهانی رفته به عسکران شکایت میکند. این آرهن چی طور آدم باشد؟ تو رفته به رئیس گپ زنی؟ پروانه کنند. من از وعده دادم نمیبرایم. به وعده هم ایستم. سهر آمده دختر رو گیرند. چی؟ سهر آمده دختر رو گیرند. برو. به وعده هم ایستم. زود باش.
پنهانی رفته از بالای من شکایت کرد یا تو جزایت رو میبینی من تو رو میکشم میدونی میکشم پدر یزنه پدر سردی میکشم آروم شدید پدر شد پدر بس است بس کنید پدر زمان رو دیوانه میکنده مادر جان چی کار کردید؟ چرا اینقدر عصبی شدند؟ هیچ چیز نی دخترم احوال همه وقتای پدرت خاله یگان چیز باشد و مگویید شاید یگان یاردم ما رسد ها؟ نه دخترم تو مگر یزنت رو نمیدونی روزی نیک رو ندیدم از این زیادترش رو اصلا اجازت نمیدیم نترسید روحیه تو نترسیدی ها؟ من تو رو همیشه حمایه میکنم اکنون شما رفته خوب کنید رفته استراحت کنید من هم رفته خوب میروم خیز مراد خیز از جایت خیز این را باز یک بار تکرار میکنیم باز چی؟ انه این را نامم موسو در اویلا یگانه پیسر هستم پدرم خالین سودا میکند من باشم با او یاری میدهم آرزوی فوتبال باز شدن داشتم ولی افسوس حمدی به نام خدا این را گیر 50 بار این را تکرار کردم خواب دارم خواب میروم مایلش خوب رو اول به حاجت خانه روم مایلش رو زود بارو که منم درایم فهمیدم فرمونده